سلام دوستان، AR پیکسل اینجاست با یه ویدیو خفن و با مزه دیگه. بچه به نظرتون این دست چند تا کیل میگیرم، چند تا انمی میزنم، چقدر لوت میکنم؟ دید همینطور که مشاهده میکنید من با 3-5 ساده اومدم داخل مچ و به 7 اجدا هم هست. بعدش هم همینطور که میبینید با یه دونه کلت اومدم. الان آروم آروم دارم میرم به سمت پایین نینجا و اینا رو باز بزنم بکشم لوت کنم، ولی امیدوارم این جلو انمی نباشه. خیلی انمیاش بد بزنم، خیلی. بریم جلو فعلا. بچه ها همینطور که مشاهده میکنه انمی نتونست من بزنه. اینجا هم یه حرکت خفن. بذار بریم اینجا. صدا تیر وایسا ببینم چه خبره. برو اونجا، میرم اینجا قایم میشم، میرم واسه گانم آخه چرت و پرته. دراز میکشم الان واسه چند واسه این یاروه بره دراز بکشم. آفرین. خب نینجاه بچه یه چند دقیقه واسه تا این نینجا همینطور بره بفایده. شماره 3 مرد. یارو چقدر دیوونه است. یه صدا تیر از سمت چپم میاد. به نظرتون چه خبره؟ اینمی که بس به یقین نمیتونه منو بزنه، واسه همین منم همینجا دراز میکشم. یارو اومد لوت که من میرم جوار لوت میکنم. این دست یه حسی بهم میگه لوت خوبی. شماره 2 یه نفر زد، فینیش خورد. یارو اینو زد رفت. بازم میذارم بره. برو اسد واسه ببینیم چه خبره. حاجی باید آروم آروم برم طرفش، دراز بکشم. گفت سریع باید مینداختم. نکن. ای بابا یارو هنوز نرفته معلومه. اسکوبم میاندازم. نه اسکوبو نیاز دارم. واسه گانش الان یارو میره گانش میاد دستم. الان این نگاه کن تا میزنم روش باز میشه، شاید برگات بریزه. نگاه کن یارو از جاده رد شد، دیدی؟ بذارم اون جواب اونجا هم لوت کنم، شاید یه چیز خوب داخلشون باشه، معلوم که نیست. بچه اگر این دست خوب لوت کردم بعد مثلا ما که شانس داریم انمی ما رو زد، راضی هستین از این ویدیو پستش کنم؟ یه بک بذار برش دارم. امکان رو باید بردارم به جای این. یه سطیر رو بردارم. خب امکان بردارم به جای کانه. سطیر هم باید پرشه. اسکوپش نیاز دارم. خب الان بذار برم جوابی پایین رو بزنم بهتره. وای لک شدم اینجا. یه هده 5 بردار. چه خوب شد، خوب لوت کردم. نوکرم بابا. فکر کنم یه دونه از این چیز به برک 50 رو و میندازم. نمیدونم چرا. بذار این جلوتر میندازمش. بذار این جبه ها رو بزنم. هیچی نزدم حاجی. الان واسه ببینم جا نمیشه. بذار برک 5 رو بندازم. واسه انمی میتونه نمیتونه برداره.
بچه الان از ریکورد که دارم واسهتون انجام میدم یه 5 دقیقه و 10 ثانیه گذشته. حالا فکر نکنم بذار جواب انمی خودم نباشه. وای بذار برم ببینم. انمی نیست. اینو لوت کنم بعد میرم جواب رو میزنم. چقدر بک امروز خورد به تور من. به نظر چی میده؟ من میگم این فلر حداقل توش هست. اوه فلر توش بود واقعا. بذار بریم طبقه بالا هم لوت کنیم. جبگانا خاویا خدا به نظر توشون چیه بچه ها؟ خوبه خشاب میتونم با این الان انمی بزنم. 23 تا تیر عالی شد. این نمیشه یه چیز خوب. خشاب بهتر از اون. نگاه کن ریلودش خوب شد به نسبت به خشاب های دیگه. نمیشه یه دونه چیز. اوه چه چیز خوبی داد پشما. بذار اونم بذارم تو لوت باکس هم جا ندارم. این جبه رو نمیزنم ولی این دوتا رو میزنم. خب بچه این به نظرتون بهم چی میده؟ خوبه. اوه لگدگیر تکمیل شد امکان. حاجی اوه 120 تایی چه لوت خوبی. این من مطمئنم همیشه به من 18,000 تایی میده. این مطمئنم 18,000 تاییه. ببین کی بهت گفتم. 18,000 تایی داد دیدی. از اینجا نوشابه‌مو پر کنم. واسه یه سری آدم پشت این اومدم کاور گرفتم. آندر کاوری بودم یعنی میزد بعدش اومدم اینجا یارم منو گرفت. یادش بخیر. بریم ردیشن رو کامل لوت کنیم. بچه نگاه کنید امکار رو مامانم خریده. مامانم بچه ها راضی هستید که از این نوع ویدیوهایی که واسهتون میسارم؟ نه خدا وکیلی. چون که من ویدیو میخوام برای شما بذارم نیاز به ویو دارم. اتاق خفن دارم که شما منو لایک و کامنت و اینا بکنی. من اکشن فیگور و این چیزا رو میتونم بگیرم. دمتون گرم میشه اگه لایک و کامنت بذارید برای این ویدیو. ولی بعدا اگه ما به عشق شما هم بعدا ویدیو میذاریم. هم از صورت هم از قیافه زیبا. از خود تعریف نیست ها. از قیافه زیبا. داخل جعبه حاجی نت پیدا کردم خوب شد. این جعبه کاش نوشابه توش باشه بتونم برم ردیشن لوت کنم. خوبه نوشابه توش بود. پر کنم 2 جعبه اولو زدم تمومه. بعد میرم شماره 1 لوت میکنم. حاجی به نظر این توش گلده. قول بهت میدم نگاه کن. بیا دیدی بهت گفتم اون گلد میده. خالی کنم واسه حاجی. به چه لوت خوبی کردم بیرون. به اینجا حاجی نمیدونم چرا نشد پرشم. سگا هم ولکن آدم نیستن داخل این سیزن. جان من شماره یه کار خیر واسه ما کن. جان هر کی دوست داری. اینا چی رو زمین جان. اوه لید. یس نیدمالیشو بذار بردارم. حاجی چرا این اشتباه برداشتم. بذار بریم اونور که فایته. البته بذار از سمت تیرم که بذار لوتش کنم. وای پابجی مثل اینکه امروز 2 سم داره. حاجی دلم میگه از روی این پل اولیه رد نشم. نمیدونم چرا. وای دلم خوش گفت واقعا انگار. از این بغل برم هم لوت میکنم
هم از پایین میرم انمی منو نزنه. حاجی نگاه کن شانس من خدا وکیلی. بذار بپریم. انمی پشمام نگاه کن حاجی، یارو جدی شادوان پلیر بود. 6900 لوت کرده بچه. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. فعلا خدافظ.